اسرار مهم ستاره شناسی رو برای شما فاش میکنم. دوستان من، درود بر شما. برخی از سیارات حالتهای برگشتی دارن، یعنی در حال حرکت به جلو هستند، ناگهان مسیر خودشون را تغییر میدن و به سمت عقب حرکت میکنن. سیاراتی مثل عطارد یا همون مرکوری، زهره، مریخ، زحل و مشتری از سیاراتی هستند که حالتهای برگشتی دارن. در هنگام برگشت سیارات شما باید حواستون رو جمع کنید. یک اخترشناس ماهر باید بر تمامی این حالات تسلط داشته باشه. اگر سیاره عطارد در حالت برگشتی خودش بود، اصلاً زمان مناسبی برای تجارت کردن نیست. زمان تأسیس اداره پست آمریکا در زمان برگشت عطارد صورت گرفت. شاید برای دوستان سوال پیش بیاد، اداره پست آمریکا چه ربطی به عطارد داره؟ سیاره مرکوری یا عطارد بر ارتباطات، حمل و نقل و راه حکومت میکنه. در آن زمان اداره پست آمریکا با مشکلات حمل و نقل به مدت طولانی روبرو شد و دائما وسایل نقلیه این اداره خراب میشد. همچنین گفتم به شما که عطارد بر حمل و نقل و وسایل نقلیه حکومت میکنه. پس زمان مناسبی برای تعمیرات خودرو نیست و بعد هرگز نباید وسیله نقلیه‌ای رو در حالت برگشتی عطارد خریداری کنید. من همیشه به دوستانم میگم وقتی عطارد در حالت برگشتی خودش قرار داره، حافظه شما مانند نان تست سوخته میشه. برای همین نباید تجارتی به هر نوعی در حالت برگشتی عطارد صورت بگیره. احتمالاً برای دوستان این سوال پیش بیاد که بهترین وقت برای خرید خودرو چه زمانی است؟ اگر از تعمیرات ماشین خود خسته شدید و مایل هستید یک ماشین جدید بخرید، 4 دوره زمانی در تقویم نجومی وجود داره که هنگام خرید ماشین جدید باید از آن اجتناب کنید. اول این که عطارد نباید در حالت برگشتی خودش باشه، یعنی در ریتروگرید نباشه. دوم، سیاره زهره نباید در حالت برگشتی خودش باشه. مریخ نباید در حالت برگشتی خودش باشه. و همچنین نکته آخر که خیلی مهمه، قمر نباید در حالت بی اثر خودش باشه، یعنی در حالت void of course نباشه. دوستان عزیز، یک ستاره شناس خوب آن است که از تلاش برای پیشی گرفتن از کیهان خودداری کنه. همینطور که میدونید سیارات و جهان دائما در حال حرکته. پس اگر میخواهید به موفقیت‌های عظیم دست پیدا کنید و در زندگی شکست نخورید، باید ریتم خودتون رو با چرخش سیارات و کواکب هماهنگ کنید. هر کسی سعی کنه که با ریتم سیارات هماهنگ نشه قطعاً شکست میخوره. دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن حتما کانال ما رو سابسکرایب کنن و این ویدیو رو لایک کنید و برای علاقه‌مندان به علم آسترولوژی ویدیوهای ما رو ارسال کنید. سوالات خودتون رو در کامنت ها بیان کنید. من در یک ویدیوی مجزا به سوالات شما عزیزان پاسخ میدم. در کانال تلگرامی خودم که لینکش در دیسکریپشن هست سعی میکنم حالات نجومی مهم رو قرار بدم تا شما عزیزان بیشتر با این علم آشنا بشید. حتما در کانال تلگرامی من عضو بشوید تا اسرار مهم آسترولوژی رو از دست ندهید. امیدوارم که همیشه موفق باشید.